شاید این ویدیو رو تو اکسپلور دیده باشی. این یه کانوایره که متصل شده به سیستم سورسینگ، کارش با اتوماسیون داره پیش میره. بریم با هم یه نقشه کانوایر تحلیل کنیم. سه تا ربات و همراه سه تا کانوایر داریم. کانوایر اول بریم مدارش رو ببینیم. اینجا به صورت سینگل لاین موتور کانوایر 4 کیلوواتی رو نشون داده از ترمینال به بعد. بریم مدار قدرتش رو ببینیم. اینا مدار قدرتش، موتور 4 کیلوواتی، کابل ما، پلاگ های ما هستش. اینجا کابل، این ترمینال، کنتاکتور، این هم کلید محافظه. حالا این موتور چطور فعال میشه؟ اینجا کارت دیجیتال اینپوت PLC. هر موقع یک شخصی بیا شاسی SSL رو فشار بده، جریان الکتریکی به این کارت میرسه و کانوایر روشن میشه. بریم ببینیم بوبین چطور فعال میشه. اینجا کارت دیجیتال اوتپوت چنل یکشه. هر موقع بچا از اینجا جریان بیاد و به بوبین برسه، اون کنتاکتور فعال میشه. یه ورودی داریم به PLC میدیم که خروجی برای ما ظاهر میکنه. اینجا یه کارت دیجیتال اینپوت دیگه داریم. تو چنل 2 هر موقع این سنسور فعال بشه، یعنی کانوایر در حال استفاده است. من اینجور محتوا رو دلی میسازم. اگه واقعا به این ویدیو توجه کردی، بوبین کنتاکتور چند ولت بود تو کامنت ها بهم بگو.